گلچین هفته. سلام. 57مین برنامه گلچین هفته را با پیش درآمد شور ساخته استاد علی اکبر شهنازی آغاز می‌کنیم. این پیش درآمد را گروه شیدا اجرا کرده است.
بر روی دو بیتی‌هایی از کسرایی آهنگی ساخته که با صدای شجریان به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا شده است. ترانه اشک مهتاب را با صدای شجریان و اجرای ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی شنیدید. آهنگی داریم از یوسف کاموسی با کلامی از سیمین بهبهانی. سیمین علاوه بر غزل‌های زیبایی که از او خوانده و شنیده‌ایم، برای صدها آهنگ شعر ساخته که بسیاری از آنها در شمار بهترین است. این ترانه را که به یاد قمر نام دارد با صدای الهه به همراهی گروه مفتاح میشنوید.
که ترانه به یاد قمر را با صدای الهه شنیدید، جا دارد که به آواز قمر هم با پریشان نام آهنگی است از استاد علی نقی وزیری که بر روی بیت‌هایی از غزل سعدی ساخته شده و هنرمند ارجمند بنان آن را قریب 20 سال پیش به همراهی ارکستر رادیو اجرا کرده است.
از دوستداران تصنیف موسم گل اثر شادروان موسی معروفی دعوت می‌کنیم که بار دیگر به این تصنیف زیبا که با صدای هنگامه اخوان به همراهی تار محمد رضا لطفی و ضرب بیژن کامکار اجرا شده گوش کنند. گر به سوز
سبز که امروز تماشاگه ما خدا تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست برنامه امروز گلچین هفته را با اجرای تازه‌ای از تصنیف قدیمی بوتچین به پایان می‌بریم. این تصنیف را شجریان با هم‌آوازی گروه شیدا اجرا کرده است. 57مین برنامه گلچین هفته در اینجا به پایان رسید. تا هفته دیگر
خدا نگهدار.